الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک گردش زمین آرام از او یافت. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، قبل از همه از پروردگار، از الله سبحانه و تعالی برای هر یکی شما و اهل خانواده و پیوندان و نزدیکان شما خیر، برکت، عزت و سعادت ابدی رو آرزو و تمنا با دعا میکنم. خداوند عزوجل همیشه شما و پیوندان، نزدیکان، اهل خانواده همگی رو با عزت و با برکت و با سعادت و سالم و همیشه کامیاب و موفق حفظتون کند. موضوع امروزه مستقیم ما درباره زکات و زکات اشتراکی که همه شما میدونید، زکات یکی از رکنهای پنجگانه اساسی دین مبین اسلام به شمار می رود. حالا دین مسلمانی بر 5 است: کلمه، نماز، روزه، نماز و زکات و حج و روزه. این 5 رکن اساسی دین مبین اسلام و بنای مسلمانی این 5 است. و وقتی که مسلمان این همه رو انجام بدهد، بنای مسلمان ایمانش رو کامل کرده است و پروردگار در نتیجه این، یا اینکه در نتیجه دادن زکات به هر مسلمان عزت و برکت و سعادت می‌دهد. ما و شما خوب می‌دونیم که هر عبادت نتیجه دنیایی و اخروی دارد. یعنی مسلمان در نتیجه انجام دادن عبادتش، چی نماز باشد، چی روزه باشد، چی زکات باشد، چی دیگر رکنهای اسلام باشد، وقتی که انجام می‌دهد، پروردگار برای اون بندهش هم عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو می‌دهد. و تمام این عبادت‌ها هم به خاطر چی هست؟ همه این عبادت‌ها به خاطر منفعت خود بنده است. از این عبادت‌ها پروردگار هیچ منفعتی نمیبرد. در حدیث قدسی پروردگار میگوید که فرزند انسان، از اولتون تا به آخرتون اگر به بهترین انسان تبدیل شدید، در قدرت من هیچ چیز علاوه نمیشود. یعنی من هیچ فایده از نیکی های شما، از عبادت های شما من فایده نمیبینم. شما هستید که فایده میبینید. حالا در دوام میگوید فرزند انسان، اگر شما به بهترین انسان تبدیل شدید یا به بدترین انسان تبدیل شدید، از این بدی های شما من ضرر نمیبینم، شما ضرر میبینید. چقدر اونایی که ظلم کردند، ستم کردند، یا ظلم کرده ایستادند، ستم کرده ایستادند، بعد چی؟ بعد روزی زیر خاک کی ضرر میبیند؟ کی ضرر میبیند؟ آن همون ظالم و زیانکار و فاسق و فاجر و عاصی و بدخواه و بدکردار. برای همین تمام عبادت ها منفعت دنیوی و اخروی دارد. تمام عبادت هایی که خالصا لله انجام میدهد، حالا چرا ما در نماز میگیم خالصا لله؟ و تمام عبادت ها نیت دارد و هیچ عبادتی به نیتی وجود ندارد. و در تمام این عبادت ها نیت چی هست؟ خالصا لله هست، یعنی خاص از برای پروردگار. و تجربه و حیات و زندگی هم اثبات کردگی است که همه اونهایی که عبادت هایشان رو، چی نماز باشد، چی روزه باشد، چی زکات باشد، چی حج، قطع نظر به کسی که نباشد، نیکی هایی که انجام میدهد، همه این نیکی ها عبادت است و همه این عبادت ها اجر دارد. اما همه این رو وقتی که به خاطر خدا انجام میدهد،
دیدید شما نفری رو که تمام نیکی هایش که تمام نیکی عبادت است و تمام عبادت هایش رو به خاطر خدا انجام میدهد و اون کم شده باشه؟ نمیشود، هیچ ممکن نیست. چرا ما با این همه قطعیت میگوییم که هیچ ممکن نیست که انسانی نیک و نکوکار که تمام نیکی و تمام کردار و همه عبادت هایش را به خاطر خاص به خاطر پروردگار الله سبحانه و تعالی انجام میدهد، هیچ ممکن نیست ناکام شود، هیچ ممکن نیست بدبخت شود، هیچ ممکن نیست خار شود، هیچ ممکن نیست ذلیل شود. به خاطر که پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار عوض هر یک ذره ذره انجام داده عملت، چی احترام پدر و مادر باشد، چی تربیت فرزند باشد، چی احترام فرزندی پدر باشد، چی احترام فرزندی مادر باشد، چی احترام همسایه و همسر و شوهر و پدر و مادر و خسر و خشتامن و اکه و دادر و اپا و خواهر و قطع نظر از کی بدنشون نیکی ها به همه اینها و خیرخواه بودن نسبت وطن و کشور و مهنت و زحمت و خرج و صرف برای آبادی و آرامی کشور و وطن. مدامی که به خدا باشد این همه عزت است و برکت است و سعادت پروردگار حتمی برمیگرداند. لیکن گاه در زندگی میبینیم بعضی شخصایی رو که کارهای زیادی انجام دادن، بعد میبینید ناکام است، آواره است، سرسان است، سرگردان است، بعد همیشه شکایت میکند که من این کردم اون کردم دیگر کردم حالا قدرم نمیکنن، حالا ناکامم، حالا بدبختم، حالا دیگرم. روی چی؟ به خاطر خدا نکردن. بینندگان عزیز گرامی، یک واقعیت بگویم، هر انسانی که به خاطر خدا هر چی رو که انجام بدهد پروردگار و به زبان نیارد، منت نکند، پروردگار برای اون هم عزت میدهد، هم سعادت میدهد، هم برکت میدهد، هم قناعتمندی و خاطر جمعی و راضیگی میدهد. چون اون راضی قناعتمند و خوشنود و خوشحال و راضی زندگی میکند که فکر میکند که تمام دنیا در اختیار همین است، دنیا رو در اختیار دارد، حالا اینکه زندگی عادی و ساده دارد لیکن قناعتمند است. الحمدلله. اونی که واقعا هم کرده است، کارهای خیلی بزرگی کرده است، لیکن منت میکند و بخاطر این کرده است، بخاطر اون کرده است، حالا این هم باشد اون هم باشد، یک تشکر رحمت منتداری کرده است تا اون با همین به پایان میرسد. اما مسلمان باید که بخاطر خدا کند. یکی از شرطهای اساسی کامیابی مسلمان در دنیا و سعادت ابدی آخرت این است که هر چی که میکند به خاطر خدا کند و به زبان نیارد. کردید فراموش کنید، به زبان نیارید. هیچ وقت کم نمیشوید. برای همین باید که مسلمان تمام عملش رو به خاطر پروردگار باید کند و به زبان نیارد. کردید و فراموش کردید، پروردگار فراموش نمی کند. کردید و منت کردید، پروردگار فراموش می کند. حتی فرد روز قیامت میگوید من این کردم و آن کردم و دیگر کردم. پروردگار اجرش کجاست؟ پاداشش کجاست؟ پروردگار میگوید به خاطر کی کردی؟ هر کسی که به خاطر من کرده است من میدهم، دادم و میدهم، و هر کسی که به خاطر کسی کرده است از همون بگیرد. این بسیار مصیبت وزنین است. و جهت دیگرش، حالا شما فقیر رو زکات دادید، بعد هر وقت اون رو طعنه کردید که خب دیگه
ای بودی و قشاق بودی و میموردی از گرسنگی و دیگر من تو رو زکات دادم دیگر 4 بار یا 2 بار می سخنه در روبروش کرد گفتید اون دشمنی جانت میشد. میگه نمرد در ناتوانی و که ناداری ما یک 4 پولی زکاتی را داده و 10 بار منت میکند میشد باید دشمن تبدیل میشود. هر وقت که دیدد از راه دیگر میرود میگه بیا که همین به شرف بازمو زکاتی دادگیش بالای ما میکشد منت میکند. برای همین حتی دانشمندان اسلام میگن که وقتی که زکات رو دادید این مال پروردگار است، برای پاک کردن مال خودتان هست. نگویید که در حق من دعا کنید، حقی گفتنی در حق من دعا کنید گفتن رو ندارید. اگر او گیر بگید خدا خیر برکتت دهد اصلا کم نشوید، اصلا سری خم و دستی کم نبینی، پروردگار زیاد بدهدت ماشاءالله بهترین بگو آمین. لیکن میگه حق نداری که زکات بدی بگویی که حالا دیگر برای سلامتی هم، برای برکت هم، برای کارم، برکت تجارت هم دیگر برای من دعا کن. حق نداری. حالا اون جایی که چی جایی که یعنی کارگری رو در کارخانه هست که دیگر از حساب زکات دادن مزدی اون از حساب زکات حرام است، درست نیست. زکات از گردن چاقیت نمیشود. خب این در مجموع یک مقدمه برای زکات. حالا زکات با کی زکات واجب می شود؟ با انسانی ثروتمندی که مالش به نصاب زکات رسیده باشد و مال نصاب یا که نصاب زکات و مالی که به نصاب می رسد از روی کدام چیز می توانیم معین کنیم که مال من به زکات رسیده است یا نرسیده است؟ در مجموع هر چی که داریم، حالا برای سودا یا در پسنداز در خانه داریم، فرض کردیم یعنی از اشیای گوناگون که هر وقت خواستیم اون رو به فروش برآورده فروخته می توانیم، همه این دارندگی و یا که پسنداز رو حساب میکنیم. سال گذشته موافق قرار شورای علما 33,000 سومانی نصاب زکات بود که 33,000 سومانی به اندازه به مقدار 33,000 سومانی وقتی که دارنده شده این 33,000 سومانی به حساب چی هست؟ به حساب طلا که هر سال ما نرخ طلا رو در بازارهای مردمی، بانک‌های دولتی نی، بازارهای مردمی گردش بین مردم، یعنی با نرخ 85 گرم طلا ما حساب برآوری میکنیم. چه نصاب چه فطری روزه رو از حساب نرخ گندم و زکات رو از حساب نرخ طلا معین میکند شورای علما. 33,000 سومان. وقتی که 33,000 سومان دار که شده، فرض کردیم سال گذشته روزی یکم ماه شریف رمضان، این سال روزی یکم ماه شریف رمضان باید که شما زکات برارید. حالا دیدید که 33,000 سومان سال گذشته 33,000 سومان دار شدید. یکم این ماه مبارک رمضان، روز یکم ماه مبارک رمضان حساب میکنید که این 33,000 سومان شما چند هزار سومان شده است. از روز اول ماه مبارک رمضان سال گذشته حساب میکنید چقدر درآمد آورده است این مبلغی که داشتید، یا در پسنداز چقدر جمع شده است. 40,000 50,000 100,000 از هر دو نمود حساب است. برادران اسلام در زکات آسانتر و ساده ترش این است که از هر 1000 سومانی 25 سومان دونیم فایز 25 سومان زکات جدا میکنید. از هر 1000 دلار 25 دلار زکات جدا میکنید و دارندگی رو به حساب حساب بازار حساب میکنید. شما دارید پای افضال لباس، خوراکی، دانگی، مغز مویز برای فروش یا قالین و دیگر یا ماشین یا چند ماشین برای فروش دارید، این همه رو حساب میکنید برای فروش. اما ماشینی که برای سواری است، برای خودت و برای فرزندانت، خودت و 4 فرزند 5 فرزند در یک خانه هر کدوم ماشین سواری دارن، از این ماشین‌های سواری زکات داده نمیشد. اما باز تاکید میکنم
ماشینایی که برای سودا است و فروختنتون سوار میشوید، این زکات دارد. هر ماشینی که به نیت تجارت که اون درآمد میارد برای شما، اون زکات دارد. هر قالینی که در خانه ذخیره کردگی هستید که در یک وقتی ضروری میفروشمش، اون زکات دارد. باید این همه رو حساب کرده زکات اون رو بدهید، مدامی که میخواهید اون مالتون با برکت شود. که مال زکات دهنده رو پروردگار میگوید من کفیلی نگهبانی مال این بنده زکات دهنده هم هستم. وقتی کسی که زکات میدهد، پروردگار کفیل و کفالت مالش رو، نگهبانی مال جانش رو میکند. و در موضوع میخوندم یکی از تاجران مشهوری که ثروتش بیشمار یک وقت میرود خیلی و مفلس قرضدار میشود. با دانشمند اسلام میشیند صحبت میکند، میگوید برادر چی شد اینقدر دارنده بدید و ثروت و شرکت و کارخانه خیلی مشهور بود، چی شد که مفلس شدید، قرضدار شدید؟ میگه درستش بگم زکات نمیدادم. دانشمند اسلام نصیحت پند و اندرز نصیحتش میگوید میخواهید که دوباره باز ثروتمند هم شوید و دیگر هرگز از دست مال و ثروت دارندگی از دستت نرود، اون نعمت دویم با تو باشد. برای این دانشمندان اسلام میگویند که میخواهید که نعمتی رو زنجیر بند کنید، از خود کنید که هرگز از پیشت نرود، شکرانه اون رو به جا بیار. شکرانه زکات یعنی دادن زکات است. شکرانه فرزند تربیه فرزند است. شکرانه پدر خدمت پدر است. شکرانه زن مهربانی نسبت به اون زن است. عشق ورزی با اون زن هست. این شکرانه زنداری هست. عشق ورزیدن، محبت، اظهار محبت کردن نسبت به اون زن است. هر نعمتی شکرانه دارد. شکرانه ماشینداری هم یک چند نفری رو، یک محتاجی رو یک جای به یک جای دیگر بردن است. شکرانه عملی رو انجام بدهید. این شکرانه عملی نعمت رو با برکت میکند. حالا شکرانه دارندگی این چی هست؟ دادن شکرانه یعنی مال و ثروت چی هست؟ دادن زکات هست. حالا این دانشمند به این مفلس میگوید که برادر فعلا همین جا نیت که پروردگار رو من دوباره شروع به تجارت میکنم، لیکن از اوی که همه اون زکاتایی که نداده بودم توبه کردم، پشیمان هم، و اگر کارم پیش رفت و ثروت به دست آمد زکات گذشته و آینده رو میدهم. با این تصمیم از حضور این عالم میبراید و در یک مدت یک چند سالی به یک ثروتمندترین انسان که قابلیت خوبی داشت، قابلیت کاردانی و کارچلانی خوبی داشت و قابلیت کارفرمایی خوبی داشت، باز به یک بهترین ثروتمند تبدیل شد و تمام زکات‌های سال گذشته اش رو و فعلی هر ساله اش رو آمده در شاهدی همین دانشمندی که پند و اندرز و نصیحتش میکنه، در شاهدی همین میدید، میگوید بچم خب هر گوشه که باشد برید بدید، با من زکات حرام است، من دارنده هستم، با من زکات درست نیست، چرا میید در حضور من؟ میگوید من اون لغزشی که کرده بودم توبه کردم و شما رو شاهد میگیرم که پروردگار رو به همون عهدم وفا کردم، در شاهدی فلان عالمی که فلان دانشمند. همه اون مال و ثروتش رو جدا میکند و شاهد میگیرد این عالم دانشمند رو و از پی تقسیمی زکات‌های سالی گذشته و فعلی هر سالش، هر سال میگوید اون رو شاهد میگیرد. و خاطری چی شاهد میگیرد؟ حالا پروردگار میگوید و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی استعذ بالله و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما در کارهای نیک همکاری کنید و در کارهای معصیت و گناه هرگز کمک نکنید، همکاری نکنید.
چرا همکاری دست جمعانه در کارهای خیر؟ و خاطری که تمام اعضای اون همه شریکان فردا روز قیامت میگن پروردگار من این کار خیر رو کردم، فلانی 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 هم با ما شریک بود در این کار خیر. فلانی فلانی و اعضایی که در این کار خیر شریک بودن نجات اونا رو اون نمیخواهد، یا بخواهد هم اساس نجاتی خودش رو میخواهد که پروردگار من این نیکی رو در حضور اینا همه اینا من این نیکی رو کردم، یا زکاتم رو در شاهدی فلانی دادم، پروردگار من زکات دادم، فلانی شاهد است. برای همین میگوید که یکی حالا فعلا باز یکی از بهترین دارنده و ثروتمند هست. یعنی زکات دادن مال رو پاک میکند. برای همین به سید زاده ها ایشانا میگویند درست نیست، موافق شریعت. و سید زاده که ایشانا زکات مال، یعنی زکات مال چرک مال است، شک و شبهه در مال است، پاک کردن مال است، باید که اونا رو باید که از مال پاک داده شود، نه از مال ناپاک. خب در برابر این حالا وقتی که زکات میدید به یک بیچاره بینوا قرضدار، خصوصا قرضدارا کم نیستن، هستن در همه دیه و در همه محیط زیست و محله و منطقه و کوچه قرضدارا هستن، با سبب قرضدار شدگی هستن. زکات مال ببرید بدهید، بگید برادر شنیدم که قرضدار هستید، این زکات مال از قرض نجات بیابید. تا حیاتی که دارد اون انسانی که قرضدار است، زکات مال رو وقتی که میدهید در حقتون دعای خیر برکت میگوید. یا عائله کم بضاعتی که شوهر ندارد یا قوه کارگر ندارد، یک مادری که طفلک خردسال دارد، قوه کاری نیست، قوه کاری ندارد، میدونید در محل شما هست، در کوچه شما هست، در بنا و ساختمانی که بلندشیانی که زندگی دارید، میدونید آهسته برده با اونا کمک کنید. و از وقتی که زکات بدهید، وقتی زکات رو دادید در عوض زکات هیچ چیز از هیچ کسی طلب نکنید. حتی گفتم که حتی علما دانشمندا میگن که دعا طلب کردن حتی جایز نیست، دعا طلب کردن جایز نیست. چرا؟ بخاطر این همون ثروت و مالی از پروردگار برای داده است، این حق الله هست، حق الله سبحانه و تعالی هست. پروردگار میگه من بنده دارنده، من به تو ثروت و دارندگی دادم، تو به بنده نیازمندم بده. من به خاطری دادم که به بندگان نیازمندم بده. من امتحانت میگیرم. دارندگی هم امتحان است، ناداری هم امتحان است، ثروتمندی امتحان است، کمبزاعتی امتحان است. مسلمان کامیاب همونی است که دارنده شد به نادارا بدهد. و کامیابی بنده کمبزاعت هم اون است که پیش هر مرد و نامرد هر دری گدایی نکند، مهنت کند، زحمت بکشد، کار کند. خداوند عزوجل بعضی رو با مهنت زیاد میدهد، بعضی رو با مهنت کمی زیاد میدهد، بعضی رو با مهنت زیاد کم میدهد، بعضی رو با مهنت کم زیاد میدهد. این امتحان است، پروردگار امتحان میگیرد. کامیاب همونی است که در این امتحان ها کامیاب شود، در این وزنینی ها یا که دارندگی ها کامیاب شود. حالا مصیبت بالا بعضی انسان میاد، این امتحان است. نباید داد و فیغان و داد و وای و دیگر رو بیهودگویی کند. ابگاد پروردگار رو 1000 بار صبر، 1000 بار شکر. هنیق میدونم که این درد است، غم است، مصیبت است، ماتم است، هر چی که باشد این اجر دارد. اسلام میگن که وقتی که بالا مصیبت، درد، غمی نی آمد، بگو پروردگار اجرش کم مکن. حالا سر در کرد
زانویت درد کرد، بگو که پروردگار رو اجر این رو کم مکن. می شود این درد بیغم و درد بیغم گذراندنش آسان است. خدا نشان ندهد دردی با غم رو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو. و علیکم السلام. استاد همین یک سوال داشتم. همین میشه که زکات رو به همون شخص که نه اونقدر کمبغل است یا مقدار مبلغ داره به همون شخص بینیم همین زکات میشه؟ سلامت بشه. دیگر سوال نیست؟ نه دیگر سوال ندارم. سلامت بشه. خیر برکت. زکات رو 8 قسمت گیرنده زکات است. حالا دورنده رو گفتیم که کی باید زکات بدهد. حالا پروردگار میگه استعیذ بالله انما الصدقات للفقراء والمساکین الى آخر آیات. یعنی زکات رو به فقیر و مسکین و فقیر یعنی ندار، مسکین یعنی دارد مالی به نصاب رسیده ندارد. درست است. وقتی که دارد مالش به نصاب رسیده، نصاب زکات حالا اگر کسی 30000 سومانی هست، یعنی در پسندازش، در خانهش یا در حساب بانکی هش، یعنی 33000 سومون نداشته باشد یا در خانهش از اشیایی که هر وقت بخواهد میتواند بفروشد به قیمت 33000 سومون نرسیده باشد، درست است که زکات بگیرد. یا قرضدار است، درست است برای اون زکات بگیرد. یعنی زکات داده شود، درست است. یعنی مادامی که به نصاب زکات مالش به نصاب زکات نرسیده باشد. و زکات گفتم که یعنی هم در دنیا و هم در آخرت برای انسان خیر برکت زیاد میارد. پیامبر علیه السلام میگویند که کل امرئ فی ظل صدقته یوم القیامه. کل امرئ فی ظل صدقته یوم القیامه. هر مسلمانی، یعنی این صدقه و زکات و احسانی که میکنید، نیکی هایی که انجام میدهید، برای شما سایبان می شود، برای شما سایه می شود، برای شما رحمت الله می شود در روز قیامت. میدونید روز قیامت چگونه روز است؟ روز حساب و کتاب، حساب دادن، حسابات پیشنهاد کردن. یک روز قیامت 50000 سال است. یک روز قیامت 50000 سال است. قرآن میگه استعیذ بالله 50000 سنه. لیکن انسان هایی که در ذهن بگیرید، در یاد بگیرید، انسان هایی که همیشه در نعمت ها شکرگزار است، در نعمت هایش همیشه شکرگزار است و شکر میگوید، هیچ نعمت مغرورش نمیکند، با نعمت مغرور نمیشود. متاسفانه حالا بسیاری ها را نعمت مغرور میکند. همه دورنده شد، دیگر نه پدر میشناسد، نه مادر میشناسد، نه رحم میکند، نه دیگر همه رو فراموش میکند. همونایی که دائم دوستی و همنشینی و همصحبتی و همکاری های دائمی داشت که شاید به واسطه همون ثروتمند شد، همون رو فراموش میکند. نه، مسلمان باید هیچ وقت با نعمت چه وظیفه باشد، چه ثروت باشد، چه مال باشد، چه قوه باشد، چه نیروی حسی بدنی باشد یا نیروی ذهنی باشد، چه علم باشد، چه مال و اموال و تنگه و طلا باشد، فرق نمیکند. با هیچ نعمت مسلمان باید مغرور نشود. اگر میخواهید هرگز ناکام نشوید، همیشه تواضع کنید، همیشه شکرگزار باشید، همیشه شکر بگویید، همیشه خاکساری کنید، هیچ وقت کم نمیشوید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله. مرحمت. شخصانی که از روی ندانی چندین سالو زکات خودشون پرداخت نکردن، امیره چه باید پرداخت کنن؟ امیره جواب میدید. سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ نه نداره. سلامت باشید. خیر برکت.
حالا این یک گفتم که دو حالتی که انسان وقتی که مغرور نمی شود یا مایوس نمی شود، برای اون روز قیامت یک میجه زدن است، میگذرد میرود مستقیما از قبر به جنت. حتی در جنت میرود میگه پروردگار ما در زندگی میشنیدیم که پل صراط از موی باریکتر از تیغ تیزتر گجا هست. پروردگار میگه شما گذشتید، تمام رفتید، اون رو عبور کردید، مثل باد عبور کردید، حس نکردید. یکیش در نعمت ها مغرور نشدم، دیگرش در مصیبت ها مایوس و ناامید نشدم. حالا بعضی رو میبینید خدا نشان ندهد، خدا حفظ کند، وقتی مصیبت بالاش میاد میگه غیر من دیگه اون آدمی دیگه همه بلا بالای سری ما، همه جای دیگه بلا میاد در طور سری ما هست، چیکار کنیم؟ الحمدلله خدا را شکر. حالا به داد و فیغان و شکایت دیگر اون مصیبت یا اون مرده زنده نمیشه، یا اون مالی تلف خورده که آتش خورده شون دوباره نمیاد، بگو الحمدلله پروردگار داد گرفت، الحمدلله باز میدهد. حالا که مال نیست پروردگارم هست، حالا پدرم رو گرفت پروردگارم هست، مادرم رو گرفت پروردگارم هست، فرزندم رو گرفت پروردگارم هست. یکی از قدردانو رفتیم گو که بچه کردان و کارچلان و چابک چالاک و کارفرما و دیگرم رو پروردگار گرفت، چیکار میکنم؟ او برادر اکا هزار بار صبر، هزار بار شکر بگو. همون را کی تو بچه باوایه رسید و کارچلان و کاردان شد از گرسنگی هلاک شده بدی؟ نی بود همه چیز بود، یکون کمبودی نداشتی. نصیب تقدیر است، پروردگار میدهد و میگیرد. را بگو که پروردگار رحمت و مغفرتش کن و جایش رو جنت. اجر این مصیبت رو از من کم مکن، اجری همون مصیبت یا اجری اون درد، اجری اون چیز بیماری برایت قصرهای در جنت می شود. وقتی که مسلمان در نعمت ها مغرور نشود، در این مصیبت ها مایوس و ناامید نشود، در اونجا هم تکیه به پروردگار داشته باشد، در اینجا هم امید به پروردگار کند، برای اون از قبر تا جنت یک میجه زدن است. برادر سوال کرد که دارنده از زکات آگاهی نداشت، بعد آگاه شد که من زکات نمیدادم، یعنی فرض بدن زکات رو فهمید. یعنی به عباره ساده و عادی تر بگیم که بخبر بود، آگاه و بیدار شد، با خبر شد از خدا و رسول خدا و از زکات و دیگر رکنهای اسلام. تخمین میزند گمانش غالب، اکثریت گمانش به کدام سالی که برود چند سال باز هست که زکات نمیدهد. کی ثروتمند شد، از سال اول ثروتمند شدنش حساب کند، یعنی عمیق نمیداند که کی دلو. مهم اساس اکثر گمانش کدام طرفی که برود، کدام سالی که بگد که از فلان سال گمانی اکثریتش به همون برود، از همون سال زکاتی گذشته‌هایش رو میدهد. لیکن نترسد، هیچ کس از دادن و از احسان و از صدقه و از زکات دادن نترسد. این رو پروردگار کفالت دادگی هست. قسم به پروردگار، شما ببینید همونایی که زکات میدهند کم میشوند؟ نه، هر سال زیاد میشوند. باز مدامی که در اول صحبت گفتم، مدامی که به خاطر خدا بدهند، خالصا لله بدهند، مدامی که به خاطر خداوند انجام میدهند، این عبادت‌هایشون رو چی زکات و چی نماز همه هیچ وقت کم نمیشود، مگر حالتهای ناگواری که این امتحان پروردگار هم باشد. در اونجا هم چنان قناعتمند صبر، در صبر نمونه عبرت و درس و سبق برای دیگران می شود. را به خاطر خدا زکات میداد، مبادا تلف بالایش آمد. باز یک امتحان از پروردگار میدهد، امتحان میگیرد، امتحان میگیرد، باز میدهد، امتحان میگیرد، دیگر نمیدهد، امتحان میگیرد. یکی از دوستای نزدیکی شخصا خودم آرد رو با ماشین ها تقسیم میکرد به مردم.
در همون سالهای جنگای شهروندی، در سالهای نوداری، در سالهایی که مردم از نان تنقیسی و گرسنگی تنقیسی میکشیدن، نمیدونم که جواری مکه و کیمچی رو نان میکردند و میخوردن، ماشینش خطی اور تقسیم میکرد. خدا خیر برکتی زیادش دید. بعد مفلیس قرضدار شد. گفتم برادر چی شد؟ گفت از خودم گذشت، گذراندم، اسراف کردم. همین است. برادران علی اسلام، باید که مسلمان همیشه هیچ وقت مغرور نشود. یعنی ساده و عادی گفت مغرور شدم. هر مغرور شده ای ناکام می شود. باید مسلمان مغرور نشود. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مولای محترم حضرت جان خوب هستین؟ الحمدلله، فضل خدا سلامت باشید. خدا خیر برکته. حضرت جان بسیار از صحبتشون بسیار خوشحال هستیم. حضرت جان یک سوال داشتیم حضرت. مرحمت. گمان میکنی که اون شخص کمغل است. خوب. بعد از اون میفهمه که وای سرورمند بوده، یعنی که صاحب زکات بوده. زکات همینا جای درست میشد یا نمیشد؟ همینا بود معلوم نداره حضرت. خدا خیر برکتی. سلامت باشید. سوال دیگه بود حضرت جان. مرحمت. بعد زکات رو باید اشکر گپ زدن که این زکات قبول کنه، باید گپ زده شود یا که پنهانی بدهی. همین چقدر روشن نمیافته. سلامت باشید. خدا خیر کنید. سلامت حضرت. موفق باشید. سلامت باشید. زکات رو یعنی بسیار انسان ها هستن جنده پوشن، فکر میکنید که قشاقون و دور هستن. زکات رو دادید، بعد فهمیدید که نه دورنده بوده است. زکات از گردن شما ساقط می شود. لیکن خوب است که آدم رو اگر پیدا کردید بشناسید، اون رو بگید که برادری عزیز اگر مبادا نگفته بدید و داده بدید. یعنی بگید که برادر همون که چند پول و پیسه که داده بدم، چند سومونی که داده بدم، اون زکات بود. آگاهش کنید. چرا که گرفتن زکات برای صاحب نصاب، برای انسانی دارنده، برای انسانی که 33,000 سومون زیادتر دارد یا که زیادتر دارد، برای اون گرفتن زکات حرام است. برای این گرفتن زکات حرام است. این یک. سوال دیگه. لبه. الو. لبه. السلام علیکم. علیکم السلام. ممکنه در پرسنال کنه؟ مرحمت. برنامه مستقیم است. اگر سوال داشته باشید مرحمت. همه برنامه شما رو گوش کردم در همه یوتیوب. خوب. برای صله رحم صحبت کرده. صله رحم. خوب. بله. برای صله رحم صحبت کرده. در همه موضوع میخواستم یک پیشنهاد کنم. مرحمت. پیشنهاد من همین که من با همکارم معیوب گروه یکم هستیم. خوب. فرزندانم همین زمان بیمار هستند. خودم هم یک بیماری داریم. با همراه همکارم خدا شفاتیت. خوب. میخواستم که اگر یگان نفره باشد یک کمک خدمت برساند تا که ما همین دعوای همین تواوت شویم. شما برقشان به آگاه هستید. خدا خیر برکت زیادیت. سلامت باشید. شما حتمی به قبولگاه ما مراجعت کنید، عنوان و تلفن بگذارید، بعدی برنامه زنگ بزنید دمی رقم، بعدی برنامه عنوان و رقم های تلفن تونتید در علاقه میشیم، کمک میکنیم انشاءالله. همین رقم ما رو بگیرید یا ما خود زنگ بزنید. بعدی برنامه از شما زنگ بزنید یک بار دیگه، عنوان و نام و فامیلیا و رقم تلفن تون بتید. میلش بعدی برنامه؟ بله، بعد ساعت 12:30. خدا خیر برکتی موفق باشید. خب حالا مسئله دوم، برای همین بعضی از دانشمندان اسلام میگویند که در وقت زکات دادن خوب است که آگاه کنید همون انسان. گفتم بعضی انسانایی که هستن نعمت زیادی دارن اما استفاده نمیکنن، جنده پوش میگردن، فکر میکنید که قشاق و ندار است، لیکن در پس اندازش خیلی دارد. باید زکات بدهد یا شاید زکات میدهد، اما خصلتش همین است که گنده پوش یا جنده پوش است. گنده پوش هم نباشد یعنی کهنه پوش است.
برای وقتی دادن خوب است که بگید که زکاتی نه، در حالی که حذر میکنید و میترسید که مبادا اگر دارندگی شما رو بدانند باز قصد جانتان نکنند دیگر. یعنی زکاتی مال است، زکاتی مالی برادری هست. تمام. وقتی که میگوید میدهید یعنی هم انسان رو از حرام نجات میدهید، هم یعنی شما خاطر جمع میشوید که مال زکات من به انسان مستحق، به انسان قشاق کمبغل، یعنی گیرنده زکات مولم رفت الحمدلله، چی نشود ناجا نرفته است. گفتن خوب است. وقتی که میبینید که نمیشناسید، حالا میدونید که قرضدار است، در این صورت حالا اون مال میدید به نیت زکات. مال دو یعنی رکن زکات برآوردن دو رکن اساسی دارد. هنگامی جدا کردن زکات به نیت زکات جدا میکنید. هر سال فرض کردیم من مثال آوردم در اولوی برنامه که روز یکمی اگر ماه مبارک رمضان به مالتون به نصاب رسید، سال آینده حساب میکنید، دارندگی رو حساب میکنید. چند که شد از هر 1000 تومان 2 نمود حساب است. تمام دارندگی اتون رو به 40 تقسیم میکنید، یا حصه از 40 رو میدهید. این یک حساب. حساب دیگر تمام دارندگی اتون رو حساب میکنید، از هر 1000 تومانی 25 تومانی میدهید. اینش به فکرم که برای عامه مردم آسان تر است. دارندگی رو به 40 قسمت تقسیم میکنید، ضرب میزنید چند قدر رو دارنده هستید، به 40 تقسیم 40 یک حصه از 40 رو بعد میدهید. یا اینکه حساب میکنید دارندگی رو به مبلغ برمیگردونید، از هر 1000 تومانی 25 تومانی، از هر 1000 دلار 25 دلار. کدام پیسه‌ای که باشد از همون، کدام نمودی پولی که نباشد از همون 25 یعنی 2.5% میبرید، زکات میبرید. لبای. الو السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت مفتی یک سوال داشتیم. مرحبا. امی زکات با پدر بچی درست هست یا نه حضرت؟ سلامت بشه. دیگر سوال نیست؟ حضرت نه حضرت جان، از جان تشکر. خیر برکت یا موفق باشید. زکات با پدر، با مادر، با بابا، با بیبی هر چقدر بالا برود حرام است، درست نیست. زکات با فرزند، با دختر، با پسر، با نبیره، نبیرهای دختری، نبیرهای پسری دادن حرام است، درست نیست. زکات به خاطر چی؟ به پدر و به حتی به کارگرایی که در حدود خانه کارگر است، فرض کردیم شستن و روب و چوب و دیگر در خانه کارگر است و زندگیش هم در همین خانه است و اون رو مزد میدهید. اونه که خانه زندگی اون در خانه شما است، زکات در اون هم درست نیست، چرا که شما کفیل زندگی اون انسان هستید. در خانه زندگی میکند، کفالت زندگی، همه روزگذرانیش زندگیش در خانه شما هست، اون رو ممکن نیست، با اون زکات درست نیست، حرام است. هر انسانی رو که کفیل زندگی او هستید با اون زکات دادن درست نیست، حرام است. چی نبیره، چی بابا، چی بیبی. لبای. السلام علیکم حضرت. علیکم بخشش ما یک سوال دادیم درباره زکات برای پدر. امیر حضرت یک سوال دیگه داره. مرحبا. امیر از نظر فقه حنفی همین زکات باید با چی کسب بکنه؟ خدا خیر برکت یا سلامت باشید. خوب رحمت کنم. خب یک نفر دیگه هم سوال داده بودن. خب به خاطر چی پدر و مادر به این همه فرزندان درست نیست زکات؟ به خاطر که اینو از روی مسلمانی باید که از حسابی بیرون از زکات باید که اینو رو تامین کنی. پدر تمام ضرورت زندگیش، ضرورت زندگی چی هست؟ باید پدرت رو با خانه، با ماشین، با شرایطی ضروریات زندگی، سر و لباس و خورد و خوراک هر روزش باید تامین کنی بیرون از زکات. بیرون از زکات. فرزندیت چی میشود که بعد به پدرت زکات بدهی؟ همون پدر نبود که گوشت خام تولد شدی با 1000 امید و آرزو همون پدر و مادر میشست و تازه میکرد و نوازیش میکرد و آغوش میگرفت، چند هزار بار بینی افلاس تا تازه کرد. خدا چند بار بینی افلاسی پدر تا تازه کردی؟
چند بار لباس افلاس کردگیت رو شست، همون مادرت یا که پدرت؟ خدا چند بار لباس افلاس کرده پدر و مادرت رو شسته ای؟ چند هزار بار؟ یک سوال 10 بار یا 100 بار میدادی جواب میگفت. با چند سوالی تکراری پدر و مادرت جواب داده ای؟ یا سوال 2 بار بپرسد میگوی مسافت گرنگ شده است، چوکد است. و تو اما نبوده که یک مسئله را 100 بار میگوید بابا چی 100 بار جواب میگو با خوشی و خوشحالی و خنده و خرسندی. با تو یک سوال کودک چی است؟ یعنی همین است. چند بار جواب دادید؟ و آدمگری و نمک شناسی کجا می شود؟ قدر شناسی کجا می شود؟ برای این حرام است، درست نیست. باید که از شوی ثروت اساسیت از مال حلالت باید که پدرت مادرت رو تأمین کنی. درست نیست زکات. اگر فرزندی پدر، اپا، خواهر، اکا، دادر خانه زندگیش علایده باشد، در کفالت خودت نباشد، در خانه خودت خورد و خوراکش پوشیدنش هم از زندگیش از خانه و از مال و اموالی خانواده، یعنی خانه خودت نباشد، جدا باشد، در این صورت فرزندی پدر، فرزندی مادر، اکا و خواهر، اپا و خواهر یا که اکا و دادر اینا را از زکات دادن درست است، جایز است. لبای سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این برنامه زنده بود که میاد سوال بتیم اوست کنفرانس. مرحمت، برنامه مستقیم است. استاد شما استاد الحمدلله فضل خدا. استاد یک سوال داشتیم. استاد همین بعض مسجدها دا مخصوصا مسجدهای محله دا همین ملای اماماش بسیارش به حد همین خطا میکنن نماز، حتی همین یک آیه را درست نمیخونن، تلفظ نمیکنن. همین رفتون بعد هم نماز کسی که مقتدیه همونو چیز نمیشه، مثلا باطل نمیشه باشه. خدا خیر برکت دید. دیگر سوال نیست؟ نه همین یک سوال. سلامت باشید، خدا خیر خود داشتید، موفق باشید. اکثر مسجد نه، شاید بعضی مسجدها باشن، چرا که ما هر سال تکمیل اختصاص امام خطیبا داریم، چی امام خطیبای مسجدهای جامعه و چی مسجدهای 5 وقته. همه این امام خطیبا برای درست خواندن تجوید و عقیده و مذهب و علم و فرایض و واجبات فرایض نماز، واجبات نماز، فرضای داخلی نماز، فرضای بیرونی نماز، سنت نماز، همه این شکست و ریز و معده و کلون، همه این عبادت ها و تجوید درس میگذاریم. خب اگر باشد انسانی که نمیدونم اگر حالا قابلیتی ذهنی خوبی نداشته باشد که اصلاح نشده باشد، باز با اونها مهلت میدن 1 ماه 2 ماه 3 ماه تا 6 ماه مهلت میدن که اصلاح شوند، بالای خود کار کنن، تجوید و عبارت خوانی و تجوید خوانی و یعنی قرآن رو درست خواندن یاد بگیرن. این یک مسئله که نماز شما اگر فرض کردیم قرائتش اگر تغییری در معنی آیت نباشه، حالا فرض کردیم اخفا و ادغام و اظهار و اقلاب و اینا اگر رعایت نکند، خب با این همه یا مدها رو علامت چند نمود می شود و هر مدی چند کشش دارد، چند حرکت باید بکشد، حالا این قاعده ها رو رعایت نکند، با این نماز درست می شود مدامی که در معنی تغییرات نشد. حالا بعضی که وقتی که رعایت تجوید یعنی مدها رو مدی طبیعی، مدی متصل، مدی منفصل، مدی واجب، مدی عارض لسکون، یعنی این مدها رو وقتی که کم یا زیاد میکشد بعد میگه نماز ویران شد. نه، نماز ویران نمیشه. با این جزئیات تجوید نماز فاسد نمیشد یا نماز باطل نمیشد. اعاده نماز شرط نیست، مگر اگر قرائتش چنان باشد که تغییری در معنی شود، در نماز فاسد یا نماز باطل میکند وابسته به خطا کردنش. و الحمدلله همه اماما هر سال از امتحان میگذرند و تکمیل اختصاص میخوانند، 10 روز 15 روز، 1 هفته یا زیاد یا 2 هفته، یعنی تکمیل اختصاص. و ما تمام امامان همیشه توصیه میدیم که من شخصا درست یک روزی از یک منطقه میگذاشتم، از عقب یک امامی نماز گذاشتم، خیلی بی تجوید نماز خوند. من فکر کردم که اون مسئولی همون چی هست،
مسئولی اعضای 10 نفره مسجد است که بعد نماز دیدم که نه امام هست. گفتم برادر عزیز خیلی حتمی بیو مرکز اسلامی حداقل یک 7 روز یا 2 هفته بیو در اونجا تجویدت رو درست کن، وقتی که مسئولیت داری و در اینجا هر خیلی یعنی انسان‌های با سواد هستند، از عاقبت نماز نیت میکنن گناه میشد. لبه گوش میکنم. لبه جون گوش میکنم. لبه شنیده ای سودا من شما رو میشنوم. گپ زنید. سوال داشته باشید. مرحمت. آمین. میتونم سوال بدم؟ مرحمت. مسئله چی اولیوی ایده؟ مرحمت. این مسئله اولیوی شما ما موضوع زکات برنامه مستقیم است. اگر مسئله اولیوی باشد شما بعد ساعت 12:30 زنگ بزنید. نه مسئله زن شوهران. گپ زنید. چیه سوال؟ مرحمت. مسئله چه زن میخواهد که همین جدا شود لیکن مرد نمیخواهد همین طلاق شده. همین وضعیت چی کردن لازم؟ این حالت وابسته یعنی زن و مرد باید که ریاست فتوا بیاین که با کدام سبب اون میخواهد طلاق بگیرد. اگر عذرهای شرعی باشد، عذرهای اساسناک شرعی باشد، یعنی میتواند که طلاق بگیرد. اگر عذری شرعی نباشد، یعنی کدام از روی هوا و هوس باشد، عاصی و گناهگار می شود. خدا خیر برکت دهد. شما در این مسئله علایده باید مراجعت کنید، چرا که ما برنامه مستقیم داریم، چند صد نفر حضور شنونده داریم، بیرون از موضوع است. شو کادا نمیتونی زنش میگه طلاق ما بده. سلامت باشید. شما بعد مراجعت کنید در این موضوع. سلامت باشید. خدا خیر برکت دهد. خب مسئله خوب باشد برنامه اسلامی است، برنامه یعنی شرعی است، مسئله فقهی است، باید هر کسی پاسخ بگیرد. اگر در صورتی که عذری شرعی داشته باشد، حالا مرد فرض کردیم فرزند نمی شود یا خصلت بدی دارد، یعنی زندگی کردن با اون دشوار است، مشکل است، در این صورت می تواند مراجعت کند، موافق شریعت طلاق بگیرد و خط طلاق مرکز اسلامی و ریاست فتوا خط طلاق میدهد، در دو طرف رو جمع میکند، میپرسد، در نتیجه اگر عذر شرعی باشد طلاقش رو میدهد. لبه سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. موضوعتون پستره. مرحمت. شنیده ایستادم من شما رو میشنم. مرحمت. طلاق بود. مسئله طلاق برادر عزیز مسئله موضوع برنامه مستقیم داریم و برنامه مستقیم است در موضوع زکات. شما یک 20 دقیقه بعد زنگ بزنید، موضوع طلاق ریاست فتوا شما را جواب میگیرد یا که من شخصا جواب میگم، مشکلی نیست. خب چی است مسئله طلاق؟ چی مسئله دارید شما؟ سوال بود میپرسیدم اون جوابشم. مرحمت چی سوال؟ در حیات مثال میشه که مثال زنش حیات میگه که زنم وفات کردگی یا که از زنم جدا شدگی، همین ایروی نیت میشه یا که در حقیقت طلاق میشه؟ اگر بگوید که چیز یعنی دروغ میگوید همین خلاص یا نیست؟ زن دارد لیکن دروغ میگوید که زن ندارم. اگر این گبر به نیت طلاق گفته باشد طلاق می شود، به نیت طلاق نگفته باشد دروغ می شود. وقتی که دروغ میگوید عاصی می شود، گناهگار می شود، خانیس می شود. همینجا نیکو کردن دست یا نه نیکو ضرورت ندارد، طلاق نمی شود. وقتی که طلاق نمی شود نیکو. سلامت باشید. شما در موضوع اگر سوال داشته باشید مرحمت، در موضوع زکات از موضوعمون سلامت باشید. ما چند خط پس میتونم 20 دقیقه بعد شما میتونید زنگ بزنید تکرارا. نفهمیدم. 20 دقیقه بعد شما میتونید که زنگ بزنید. سلامت باشید. خب از بس که رقم کارخانه مرکز اسلامی هست و مردم سوالای گوناگون دایم، یعنی این سوالا دایم می شود بیرون از برنامه، مشکلی نیست. ما به هر حال میتونیم که به همه سوالها جواب بگیم، اما مسئله اولوی یک کشمکش‌های دارد، جزئیات زیادی دارد، طلبی یعنی پرسپوس زیادی دارد، هر دو طرف رو خیلی باید بآموزیم بعد فتوا داده می شود. علیکم السلام.
علیکم سلام. لبای گوش میکنم. حضرت سوال داشتیم. مرحبا. یک صاحب کار هستن، از متاع خام هم زکات داده میشه؟ از چیز؟ از متاع خام. از متاع خام. خدا خیر برکتی سلامت باشید. دیگر سوال ندارید؟ سلامت باشید. متاع خام یعنی چی؟ متاع خام فرض کردیم یعنی متاع هست، ولو متریال است، لباس است، ولو کرته دوخته شدگی نیست، ولو بعد میدوزندش کرته میشود. یعنی اگر من درست نفهمیده باشم، متاع خام هر چی که باشد، ولو متاع خام فرض کردیم چیزی رو مانند میز و کرسی و دیگر همه اسباب و همه چیزاش میارن، بعد این را چی میسازن؟ شروب و دیگر بعد از این میز و کرسی میسازن. پیش از اینکه میز کرسی بسازن اون همچون یک متاع تجارتی هست. تمام متاع خام زکات دارد. حالا فرض کردیم یک نفر سال گذشته به من اومده بودن در رمضان سال گذشته، در یادم انیق است، اومدن گفتن که من یک حوالی تقریبا 4 ساعتی پوری آهن است، آهنی کهنه. حالا نمیدونم که چقدر اون زکاتی اون چقدر میشد، چقدر حساب کنم زکاتی همین آهنی جمع کردگی هم رو، آهنی که من جمع میکنم بعد باز میفروشم، از اون هر چیزی میسازم. همچنین گمان اکثریت گمانت چند میرود که در همجا تخمین در چند هزار، بگو چند صد هزار. خب تخمین یعنی حالا تخمین میکنید که 200,000 یا 300,000 یا 500,000 سومون من آهنی یعنی کهنه دارم، جمع آوردگی دارم. اکثریت گمون کدومش که چند صد هزاری ده که برود، از همون قدر 1000 سومون شما زکات میبرید میدهید. از هر هزاری 25 سومون و از هر 100 هزاری 2,500 سومون، و اگر که 400,000 تقریبا باشد اگر میشود چند، حالا 10,000 سومون، 10,000 سومون زکات. از 400,000 سومون میشود چیز 10,000 سومون زکاتی مال شما میشود. گو اغلب گمان اکثریت گمان هم در همین میرود که همین یعنی 500,000 سومون. خب 500,000 باشد 12,500 سومون شما زکات میدید. تمام. یعنی همین است. متاع خام فرق نمیکند، هر چی که باشد. حالا حتی میوجد هر روز شما میوه میگیرید میخرید و میفروشید، میخرید میفروشید، و در انبار یا که در سردخانه میوجد دارید، اون همچون مال تجارتی است، اون رو حساب میکنید، زکات اون رو با پرگی میدهید. وقتی جدا شده برنامه به پایان میرسد، در اخیر برنامه به همه اونایی که سوال دادن و همه که خب با ما همراه بودن، از خداوند عزوجل و همه اونایی که همیشه پیگیری میکنن از این برنامه و دستگیری میکنن از پروردگار، از الله سبحانه و تعالی، برای همه اونها عزت و برکت و سعادت ابدی با دعا تمنا میکنم. و در اخیر گفتنی هستم که برادران علیه السلام، خداوند عزوجل کفیل مالی زکات دهنده است. کفالت میدهد که من مالت رو حفظ میکنم، خودت رو حفظ میکنم. و پیامبر علیه السلام میگه که من قسم مال من صدقه، مال از دادن احسان، از احسان کردن کم نمی شود، از زکات دادن کم نمی شود، از فطر روزه دادن کم نمی شود، از قربانی کردن کم نمی شود، از یک بیچاره، بیوه، بی سرپناه، کم بضاعت، یتیم، معیوب و یک معیوب یا که بیچاره و بینوا دادن کم نمی شود، برعکس زیاد می شود. اگر باور ندارید بسنجید، لیکن مهم اساس از برای خدا با نیت روزگی پروردگار بدهید، دادید به زبان نیارید. که از شرطهای اساسی کم نشدن مال و ثروت دارندگی همین است. خالصاً لله بدهید، به زبان نیارید، بعد ببینید که پروردگار چقدر به شما چند برابر باز زیاد میدهد. همه اونایی که دادن عموما منت نکردن، عموما به زبان نمیارن یا منت نمیکنند و شکرگزار هستند که پروردگار بر اونها این ثروت رو داده است،
هرگز کم نشدن و هرگز کم نمیشوند. هر روز زیاد میشود. مال رو از دادن همیشه کوشش کنید. همیشه کوشش کنید دست کمک دراز کنید. وقتی که دست کمک دراز میکنید پروردگار برای شما میدهد. شاعر میگه تو نیکی کن و اندر دجله انداز که ایزید در بیابانت دهد باز. که ایزید در بیابان دهد باز. در یک ناچاری ناعلاجیت میبینید که پروردگار برایت میرساند. حتمی هر کاری یک خلاصه صحبت همین چند جمله، هر کاری که کردید اون رو میبینید. نیکی کردید نیکی میبینید، بدی کردید بدی میبینید. برای همین کوشش کنید همیشه نیکی کنید و نیکی همه عبادت است و همه عبادت رو از برای خدا کنید. همیشه موفق، سربلند، سعادتمند، عزتمند و کامیاب باشید. سلامت باشید. تشکر.